آقا سلام، خیلی مخلصیم. رمز اینکه یوزر نیمتون روته. اگر جای دیگه میخرین باید ببینین که یوزر نیمتون چیه سرورتون. شاید برای بعضیا ادمین باشه، پس حواستون باشه چک کنید ببینید که یوزر نیمتون چیه. ولی بیشتر دیتا سنترها یوزر نیمشون ادمین نیست، یعنی بیشتر دیتا سنترها یوزر نیمشون روت هستش. خب بریم اول صنایعی که چیز خاصی نداره رو بهتون بگم، این بانداش هم بسازیم، بعد میریم سراغ مرزبان. بعدش هم اینجا حالا باید پایتون 3 رو حتما نصبش کنید. خب این از پایتون 3 سری نصبش کرد. خب حالا میام اینجا اینو نصبش میکنم دیگه. این میشه پنل صنایع. نصبش کنه اینجا وای میزنم 1 2 5 6 3 این پورتو بهش میدم. این یوزر نیم پسورد پنلم که جای این قرارش بدم دیگه. خب آقا بریم یه SSL براش بگیریم و وارد کارمون بشیم. ابز که روت رو میزنم، یک دامنه رو اینجا من حالا ساخته بودم از قبل که میام همین رو براش SSL رو میگیرم. بعد میام اینجا SSL رو میگیرم. الان اینجا دیگه SSL رو برام بگیره دیگه. بله اینم از SSL که اینجا حالا کپی میکنم براتون میذارم دیگه. حالا به مشکل نخورین که اینجا فقط دامنتون رو میذارین رو تمام. خب آقا من اینو ببندم دیگه، بهش کاری ندارم. وارد پنل شد. میام یوزر پنل رو برمیدارم اینجا قرار میدم. از یه لحاظ پنل صنایعی خیلی بهتر شده که اومده یوزر نیم برامون گذاشته. لاگین میکنم. خب میام اینجا و اینجا بود آره X-ray config که نه اشتباه رفتم. تو پنل ستینگ باید بریم. پنل ستینگ و اینجا باید حالا پابلیک کی و پرایوت کی همون قرار بدم. سیو و پنلمو ریستارت کنم و انجامش بدم. خب دومینم هم که این بود دیگه. این از دومینم و اینجا کنترل وی و اینتر. و ببینیم که الان واردم شد با دومین. همین SSL براش بگیرین اوکیه. حالا میتونین بعدش مثلا بیاین اون انجینیکسش هم نصب کنین که امنیتتون چند برابر بشه. انجینیکس هم برین توی حالا نانوپتش، بعد حالا بیاین اون پورتش رو به 443 تغییر بدین. خب میام توی این باندم یه از این باند میذارم برای ایرانسل. این باند پورتش رو میذارم مثلا 19 13 پورت 4 رقمی بذارین. برای ایرانسل میام اینو حالا اینیبل میکنم. IP ورژن 6 هم اینجا کپی میکنم. حتما از IP ورژن 6 استفاده کنید. اینو میام 3 میذارم. اینجا میام حالا این دو تا پرانتز رو باز میکنم. بعد اینو میگم اینیبلش میکنم و تمام. کریت. این شد برای ایرانسل. حالا شما میتونید بیان اینجا یه اد بدین. مثلا بیان اینجا بنویسین fast.com. بعد اینو حالا اینیبل بیان اینجا اینو کپی کن. حالا این باند دوم برای همه اپراتورها هستش که میتونین شما بدین. هر اپراتوری که دارین، ایرانسل، هم راه و رایتل. اون این باند اول برای رایتل و ایرانسل بود. 2053 پورت XHTTP هاستم که میام همین هاست رو قرار میدم. اینجا قرار میدم. پسم میام یه همینجوری میزنم، یه عددم داخلش حالا
میذارم یه اسلش، مثلا مینویسم ادساین پروکسی اسلش مثلا ادساین تلگرام اسلش امین ویتوری ان جی علامت سوال ایدی مساویه 2087. اینم براتون توی همینجا قرارش میدم. خب این رو اوتو TLS رو فعال میکنم، اسنا میام مجدد همینو میذارم، اینم فعال میکنم و حالا میام اینو میذارم www.speedtest.net. این رو همه اپراتورها اوکی و آی پی تونم فیلتر بشه میتونید حالا ازش استفاده کنید. اینم کلا نمیدم بهش، اونم نانو پرایوتش هم که فعال، این ایبلش هم میکنم. این حالا TLS HTTP و فیک DNS شونو بعد کریت میزنم. این بانداش هم دقیقا همون این باندایی که داخل حالا صنایع ساختیم شما میتونید داخل مرزبان هم بسازینش. ببینیم ویلس TCP داشتیم، پورت هم یه پورت 4 رقمی فیک DNS فعال برای رایتل و ایرانسل هستش. اینم HTTP. اینجا برین speedtest.net. خب این شد برای ایرانسل. خب حالا برای همراه اول چی بسازیم؟ وب سوکت TLS پورت حتما 8443 میدم. اینجا می نویسم دامنه پرایوت پابلیک. خب اینم میذارم به نانو و تمام. اینم کپی. این شد برای همراه اول. خب حالا برای ایرانسل چی بزنیم آقا؟ این فقط برای ایرانسله. لیست GRPC خالی، TLS هم نمیخواد بهش بدین. این نانو پورتش هم بدین 22 همین. برای وای فای که بیاین از اسمشو نبر استفاده کنید، روی حالت TCPش پورت هم بدین 80. تمام. اینم از وای فای. خب بذارین بالاشون بنویسم این برای وای فای، این برای ایران سل شیفت و نقطه. خب اینم برای همراه اول بود، همراه اول. اینم برای حالا ایران سل اسرش رایتل که حالا اینا همشون فقط ایران سل رایتل با IPv6 باید بزنیم که براتون جواب بده. IPv6 اینم میبندم. اینم خب دیگه نیازش ندارم. آقا واقعا نمیدونم چرا به مشکل خورده و حالا ایرور میده، ولی حالا من
ویدیو کامل SSL ساخت پنل مرزبان رو که دادم. خب اینترنت من یاری نمیکنه، پس بیخیال پنل مرزبان میشیم. فقط پنل حالا صنایع رو گفتم، پنل مرزبانم کامل گفتم، فقط میام این باندشو براتون قرار میدم. حالا ویدیو هم طولانی شد، سعی میکنم قسمتی که پنل مرزبان حالا ساخته بودم کات کردم و کات میکنم، دیگه حرفی نمیمونه. خیلی مخلصیم، شرمنده که پنل مرزبان حالا نشد، نمیدونم چرا، شاید مشکل از سرور منه، چون دیشبم سعی کردم پنل مرزبان منم بالا نیومد و الانم نیومد، نمیدونم حالا چرا. خیلی مخلصیم، ویدیو 50 دقیقه شد، خیلی چاکرتونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.